به بارش آمدن فصل زمستون کشاورزان مملکت مخصوصاً باغپروران را وادار می‌کند که در سمت انجام دادن تدبیرهای علاوگی یخابمانی و دادن غذای زراعت در همکاری با توسعه متخصصان ساحه عمل کرده به گرفتن حاصل فراوان میوه و هر گونه زراعت کامیاب گردند. در ناحیه وخش و دوستی برای یخابمانی میدان و باغ و تاکزارها آبی رایگان تامین کرده شده است. گزارش در این باره. نسبتاً گرم آمدن فصل زمستان احتمالیت سبزش پیش از مهلت نهال‌های میوه‌دهنده و هر گونه زراعت را به وجود می‌آورد. کشاورزان مملکت را ضرور است که در این روزهای گرم فصل زمستان از انکشاف با سرعت زراعت غلاتانه و درختان میوه‌دهنده پیشگیری نمایند. طور متخصصان ساحه آبرسانی در ناحیه وخش اطلاع دادند یگانه عامل در حالت کرختی نگاه داشتن درختان این انجام دادن تدبیرهای یخابمانی دانسته می‌شود. اداره بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه وخش با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری کشاورزان ناحیه را با آب رایگان تامین کرده ایستادند. با درخت‌ها با آب مانده ایستادیم. یخاب برای نسبزد گفته زمستان با پیش به خنک شود همه درخت‌ها میزند، برای من آب مانده ایستادیم. این ای پیش اومدگی هم یخاب میماند، همون درخت نمیسبزد، همون قطع حاصل نقض می‌یابد. در ناحیه دوستی نیز مشاهده کردیم که متخصصان اداره بهداشت زمین و آبیاری در همه شبکه‌های آبرسانی آب را به طور فراوان تأمین کرده از استفاده آب در این موسم حق خدمت‌رسانی از دهقانان طلب کرده نمی‌شود. یخابمانی و شستن زمین‌های شور از تدبیرهای گیدراتکنیکی محسوب یافته مخصوصاً در فصل زمستان راه اندازی کرده می‌شود. در ناحیه دوستی ما یخابمانی را خیلی خوب مشاهده کردیم. روزا معلوم است که بارشاتی برف باران کم در نظر داشته شده است و خشکشوی عموما نمناکی زمین ها عموما کم شده ایستادن. باعثی اون میگردد که ما باید که خواجگیدارا رو با آبی پالیزی تامین کنیم و از خواجگیدارا عموما از همه خواهش کرده می شود که آبی یخابمانی کنند، چون که یخابمانی به همه ما معلوم است که یک در زراعت‌های کشاورزی گویا که یک حاصل است، چون که نمناکی زمین رو زیاد میکند. در باغ و درختان باشد، این هم برای کرخ کردن خود افزایشی بر وقتی درختان رول کلان رو بازی میکند. ما حرکت کردیم که همه خواجگی‌ها در همین وقتی موسمی که باید ما دیگر کارها رو اجرا کنیم با آب تامین کرده ایستادیم.